سلام دوستان، اگه فشار خون شما مثل ترن هوایی بالا و پایین میشه، این چند نکته ساده خیلی به دردتان میخوره. اول از همه، نمک رو کم کنید. نمک زیاد فشار خونتان رو بالا میبره. به جای نمک از سبزیجات معطر و ادویه‌جات استفاده کنید تا غذایتان هم خوشمزه باشه و هم برای قلبتان مفید. دوم، ورزش کنید. ورزش منظم برای فشار خون معجزه میکنه. چه پیاده‌روی تند باشه، چه رقص یا حتی یوگا، فقط 30 دقیقه در روز تاثیر زیادی داره. سوم، آب زیاد بنوشید. هیدرات ماندن خیلی مهمه. آب به بدنتان کمک میکنه که درست کار کنه و حتی میتونه به ثابت نگه داشتن فشار خون کمک کنه. سعی کنید حداقل 8 لیوان در روز آب بنوشید. چهارم، در طول روز فعال باشید. کارهای ساده‌ای مثل باغبانی، نظافت خانه یا حتی استفاده از پله به جای آسانسور میتونه فشار خونتان را کنترل کنه. هر قدم کوچکی موثره. و در آخر، کافئین رو کم کنید. درسته که قهوه صبحگاهی به شما انرژی میده، اما کافئین زیاد میتونه فشار خونتان را بالا بره. سعی کنید به جای قهوه، چای کم کافئین یا دمنوش گیاهی بنوشید. خب این هم 5 راه ساده برای کنترل فشار خون در خانه. یادتان باشه تغییرات کوچک میتونه نتایج بزرگی داشته باشه. پس قدم به قدم پیش برید، قلبتان از شما ممنون خواهد بود. ممنون که تماشا کردید. لایک، سابسکرایب و به اشتراک گذاشتن این نکات با کسی که ممکنه بهش نیاز داشته باشه رو فراموش نکنید. سلامت باشید.